یک خبر امروز شنیدیم دلیر امام علی را و محمد غربتی را حالا هم هرچند بردگیشون نه خبر نه درک حالا هم مردم با چی را نگه دارن علاوه برده همالی و مخالفو در خارج هستن برادر عزیز و دلیر امام علی ابوالستار پیر محمد زاده و بسیار آدمای مثال روزنامه‌نگاران که لطو کوبشو میکنن این ایش چی عیب داره ایش که هیچ عیب نداره که همین عادی یک شهروند عادی از کمبودیا هر کسی که کمبودیا گپ زد برای رحمان او جنایتکاره برای مقاماتش باید که در مقامات رحمان و دستات پیش بر بگیری سویت هم نداشته باشی خب کنی پلت هم نتیان خب کنی در کنشت هم زدن خب کنی تجاوز هم کن خب کنی لوبای کردکن باید بگو پیشوی ملت زنده بود انا تو باید آدمی زور میشه. نه برادر جان دیگه ای مردم دیگه اون نمیمونن تری ما ریزون استیم شخصا ما ریزون استم تمام دیگه چی ای توکای مو خینا مو پکلین اوج پیر شدگیم او باید نه اوجا اونو بگویان او باید کانتر فعال باشن توکای عزتمون بردن ایش بردن اون شبات همین دیستریکت مردم همین مرغ میگوین اسام دل مرغ بوار تو بیناموسی تو ترسون چکیم بخدا قسم تعجب میزنه ای مردمی که همین سخن من میشنوه اینتلیجنسای تاجیکستان پالیتولوژی نمیدونم که شما کی اخی هيا ببر یک سرش کنی اخی یک طبقه یک تا شیر بچه برومد حتی به خیلی ایپیشت همین ژورنالیستو اینا یه تگه بود زدنش روز اینا و پدنامه داشت چینون داره نمشه فراموش کردم او خاموش های ببر ترام پادیش که همین ترام ژورنالیست تر کلگی تا شما جمع شیم شما میدونی که همه یک عقیده داری شما هم ژورنالیست شما چیزی را میبینید باید امر را بیان کنی مردم دا برسونید چی خم استی خیلی مردم دیگه دتاو ترسونش نه شما فعال باشه شما فعال جامعه شما ژورنالیستی که کسی ریزون استی از همه حکومت تو که شما خاموش میستی این خیلی بیاد مهاجر یک آدمی که فقط همین که شما که در دون تویسون همین طریقی که مثال همین برادرم بنا برن یا زندانش کنن یا ترماش کنن دیگه هم تقتی خاموش بیستیم توکایا اینا مو توقع میکنیم مردم تاجیک توکایا اکای محمدی بول واشیگن بانو خدا قسم خون دا جوش ای کو همین برادرو رو همین تاجیکو رو میبینیم که همین میگو شکو نمیتاری میکنن خون توکایا بانو افسوس بانو خدا نمیدونم چیکار کنم چی خیل کنم ان شاء الله که میشه همین دعوت کردم بگیری همه خدا خواه که میشه یگان سلامت باش برادر گرامی بارک الله فیک اکادون یا دخل باور که دعوت شو میکنی که میبینن بچه میول همه میبینن تو 300 تا 5 میلیون تو کای دیگه ما دعوت کنیم ما نشه تو روز قیامت دعوت کنیم که برم من میدونم که بچه‌ش میشتر ببینم حاصلای میبینیم ان شاء الله میبینیم خدا خواه اگر ما ندیدیم شما میبینید خدا خواه ان شاء الله اینطوری نیست که رحمان تعبد باشه خدای مهربان اکم مقتی خدمت در وطن میدونم حدیث تمام دوباره که در وطن باشه که نشود که تو بخیز یک گپ زنی ای روز تو پوی را اگر یک گپ زده که برای کلی برای تمام کره زمین بس مردم کره زمین باید همه را بفهمن که نه خود 10 میلیون اهالی تاجیکستان میگن تو کیا بگن شما ادب شما را گفتن دیگه اولش تقصیر نکیس از من نمیدونم شما چیکار کنید شما تو گجورا تقدم حالت ما چند سال دیگه با مردم یکی تو شما را بگن که وجدان شما ناموس شما یک حسی ملی داره شما یکی هسته شما هر یک بلاگر هسته هر یک مشتن هر یک ایتا نمیست هر یک کارو کیل نمیدونم ببرش گپ زنه ما کو بانو خدا قسم دروغ نمیگم کو اینا خداوند شاهده کو در پیش لوبوی آدم کو قطعی خدت چی میکنه پیچان همین کار میکنه که مردم دادل شو کم ترس گم شون کو بانو خدا قسم کو دم تا آدمای نمیفهمه که چیکار کنم پروسا کنم درونکی خدمت خورده سم والله بالله تعالی قسم میفهمم برادر همه افرادی که کمتر ناموس و حمیت انسانیت دارن باید در این مشکلات و مصیبت ملت باید آروم باشن بله اکا